حنیفه نبیه با 4 کلینش در این حوله زندگی میکنند. پسرانش در روسیه مهاجرند و امکان خرید خانه علاهیده را ندارند. این عائله در محله حضرت مولانا ناحیه شاه منصور 3 سال باز از دولت کمک میگیرند. یاری دولت سالانه 540 سومانی یا تقریبا $50 را تشکیل میدهد. یک سبب زندگیمون میشه هیچ چم نشد پلیس بیاد مون نمیشه این همین خرمه بیام امگردین مایده چایده میگیرم. خبر دان وقت میشه که یگم جو میرم امگردین قرض میگیرم. میارم هوای دمیتون دودا میام تا خونه را یگم گرچم خیلی وقت نمیمونه. همین موندگی که کارتوشک پیاده میگیریم یگم چی میگیریم چی گیریم دیگه. همین قم میگیرم همین قم میشه. دیگه این خانواده به ندرت گوشت می‌بیند، مثل صدها خانواده نادار در تاجیکستان که امیدشان به کمک دولت است. بر اساس برنامه مقامات دوام 2 سال آینده حجم یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار زیاد می‌شود. فعلا هر عائله کم‌بضاعت در تاجیکستان سالانه از دولت 544 سومانی کمک می‌گیرند. تا آخر سال یاری دولت تا 612 سومانی زیاد می شود. سال 2024 حجم کمک اجتماعی تا 680 و سال 2025 به 748 سومانی خواهد رسید. یعنی بر اساس قرار حکومت دوام 2 سال آینده مقدار کمک های دولتی به هر عائله بیش از 200 سومانی یا تقریباً $20 آمریکایی زیاد خواهد شد. تغییرات دیگر این است که سر از امسال دولت به فرزندان تا 16 ساله از عائله‌های کم‌بضاعت علاهیده کمک می‌رساند. به هر فرزند عائله نادار امسال 17 سومانی، سال 2024 68 سومانی و از سال 2025 136 سومانی می‌دهند. مقامات گفتند از هر عائله نادار تنها تا 3 فرزند نابالغ حق گرفتن چنین یاری را دارند. با گفته این مسئول بخش حفظ اجتماعی، یاری‌های دولت تنها به این گروه شخصان می‌رسند. این شخصانی هستند که آنها حقیقتاً برای عائله کم‌بضاعت بودنشان حجت سپردند و در برنامه کامپیوتری اسیست نام دارد برنامه ما و ثبت کردیده است و این کمک پولی برای 1 سال معین شده است. کمک پولی عنوانی اجتماعی این نفقه نیست که تمام عمر با شما پرداخت کرده شد. کمک پولی عنوان اجتماعی به خاطر اصلا وضع کم‌بضاعتی کمی دستگیری کردن عائله کم‌بضاعت است و برای 1 سال معین کرده میشه. سال آینده شهروند ضرورت است که باز از نو عریضه پیشنهاد. با گفته مقامات 22 از 5% اهالی در تاجیکستان کم‌بضاعت هستند، اما طبق آمارهای رسمی فعلا زیاده از 222,000 عائله در تاجیکستان یا تنها 2% اهالی همچون کم‌بضاعت ثبت شدند و از دولت یاری میگیرند. امسال از بودجه کشور برای یاری به چنین خانواده‌ها 154 میلیون سومانی جدا شده است. بعضی تحلیلگران یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار را ناکافی می‌دانند. با در نظر داشت تورم با در نظر داشت آنکه بالوروی نرخ‌ها بالوروی پرداخت‌های کمونالی این کافی نیست. برای هر یک عائله که فرض کنیم از 3 نفر زن و شوهر یک فرزند فرض کنیم برای این گونه عائله کافی نیست. برای چی؟ برای اینکه خود برای مواد عضوقواری نهایت نرخ گران است. خالتای ارد فرض کنیم گران است. فرض کنیم نرخ روغنی چی پختگی باشد چی آفتاب پرست باشد اون قیمت است. شاید اونا با هوا نفس کشیدن سیر شوند. این غیر امکان است برای با این گونه کمک پولی اونها یک عمر خود را پیش برند. در پاسخ به این موضوع مقامات میگویند بودجه کشور همین ظرفیت کمک به عائله‌های نادار را دارد و بس، اما به نظر این تحلیلگر از بعضی خراجات غیر ضروری از جمله ساختن میدان و مرکزهای فرهنگی از حساب بودجه باید دست کشید و مبلغ آن برای مقابله با کم‌بضاعتی روانه شود. هرچند کمک دولت چندان زیاد نیست، اما خانواده‌های مثل عائله حنیفه نبیه و چشم برای آن هستند. خواهش دارم که همیشه که همین کمک پولی ما کم ترک شود که ما در همین زندگی میتونیم صرف کنیم یکم چی گرفته کنیم. اقلا نه خالتا ارد شود یا خالتا ارد ببینید چند پله حدود است. اقلا نه خالتا ارد شود